این دوره از حساس‌ترین و مهمترین دوران در تاریخ دیانت بهایی محسوب می شود. حضرت بهاءالله به ادرنه لقب ارض سر دادند. ادرنه سابقاً پایتخت حکومت عثمانی بوده و هنوز هم شهر مهمی محسوب می شود، اما اقتدار و نفوذ خود را از دست داده است. حضرت بهاءالله از ادرنه به مدت حدود 5 سال تا 1868 میلادی اقامت داشتند. در این دوران حضرت بهاءالله لاینقطع امر خود را اعلام می‌نمودند تا جهانیان را به صلح و اتحاد دعوت کنند. سران و پادشاهان را مورد خطاب قرار دادند و از آنان خواستند تا برای تحقق صلح اعظم تلاش کنند. امر الهی در این دوران آشوب‌های بسیاری را تجربه نمود. فردی که بانی این آشوب‌ها بود، برادر ناتنی و حسود حضرت بهاءالله به نام میرزا یحیی بود که برای رسیدن به امیال خودخواهانه خود از هیچ عمل ناشایستی ابایی نداشت. اما همچنان که خواهیم دید، امر الهی بر تمامی این مشقات غلبه کرد و به بقای خود ادامه داد و دوران طفولیت خود را پشت سر می‌گذارد و خورشید امر حضرت بهاءالله به اوج خود می‌رسد. حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهاءالله در دوران ورود به ادرنه فقط 19 سال داشتند. گرچه ایشان جوانی بیش نبودند، اما در حمایت از پدر خود در این دوران دشوار نقش کلیدی داشتند. حضرت عبدالبها در ادرنه دائما سپر بلای پدر خود در قبال دنیای بیرون شده بودند. طولی نکشید که ساکنین ادرنه به عظمت حضرت بهاءالله پی بردند و دائما به دنبال ایشان برای فیض بردن از دانش و خردشان بودند. خیلی زود ایشان مورد ستایش حکمران و سران مذاهب و دیگر افراد برجسته قرار گرفتند و چنان مورد احترام قرار گرفته بودند که در خیابان و هنگامی که از کنار مردم عبور می‌کردند، مردمان با تمام وجود سر تعظیم به ایشان فرود می‌بردند. حضرت بهاءالله در این زمان 46 سال داشتند. این روز چنان روز عظیمی است که در یک شبانه روز منشی حضرت بهاءالله توانست معادل کتاب بیان فارسی را که از ملکوت اعلی نازل شد یادداشت کند. از زمان دوران عراق تا این زمان الواح بسیاری لاینقطع نازل شده بودند، اما در دوران ادرنه نزول آثار و الواح شدت بیشتری پیدا نمود. کاملا آشکار بود که مرحله جدیدی آغاز شده بود. حضرت بهاءالله آشکارا مقام خود را به عنوان بالاترین پیامبر الهی اعلان می نمودند. در این دوران ناقضین به دور میرزا یحیی و یا ازل حلقه زدند و ادعای ازل که خود را موعود حضرت اعلی می دانست بسیاری را گیج کرده بود، در حالی که بسیاری از آنهایی که میرزا یحیی را دیده بودند متوجه کذب بودن ادعای او شدند و دریافتند که او در صدد است تا توجهات را از حضرت بهاءالله منحرف سازد. با این وجود مناقشه و گفتگو در رابطه با مقام و رتبه او ادامه داشت. اکنون میرزا یحیی حسود تصمیم گرفت تا رهبری جامعه را به دست بگیرد تا مردم از او پیروی کرده و برای راهنمودهای روحانی و هدایت به او رو یابند. سید محمد اصفهانی به خوبی از ضعف شخصیتی و شعور او با خبر بود و بر روی میرزا یحیی و دیگران به خوبی نفوذ داشت و می توانست آنان را به اعمال شنیعی بر علیه حضرت بهاءالله وادار کند. در 7 ماه اول ورودشان و به خاطر بد بودن محل اقامتشان 4 بار جابجا شدند. آنها همچنین لباس کافی هم نداشتند و سال بسیار دردآوری را پشت سر گذاشتند. هنگامی که حضرت بهاءالله و عائله مبارکه وارد ادرنه شدند، 3 شب را در یک کاروانسرای 2 طبقه اقامت کردند. یک کاروانسرا با یک مسافرخانه بزرگ که می توانست تعداد مسافرین زیادی را که در خاورمیانه سفر می کردند را جا دهد. چنین کاروانسرایی از دوران حضرت بهاءالله به جا مانده است.
در آن دوران اعضای خانقاه مولوی و یا دراویش هر جمعه برای مراسم تکیه و یا نماز جماعت گرد هم می آمدند. یکی از این تکیه ها اینجا مجاور مسجد مرادیه بود. این دراویش عرفانی با نام دراویش چرخان هم شناخته می شدند. آنها در هنگام مراسم خود دستهای خود را به حالت خاصی بالا می برند و به دور خود در اتاق می چرخند و ذکرهایی را می خوانند. بعضی اوقات ساعتها به دور خود می چرخند. درون این مسجد تقریباً همانند همان دوران حضرت بهاءالله باقی مانده است. مارسارات که ولی عزیز امرالله ایشان را ایادی اعظم امرالله و الگوی یک مبلغ بهایی می دانستند، از ادرنه در سال 1933 میلادی مطابق 1312 شمسی به همراه ماریانجک به نیت پیدا کردن مسیر سفر حضرت بهاءالله دیدن نمود. او این مسجد را اینگونه توصیف می کند: به درون مسجد رفتم. بسیار زیباست، با سقفی بسیار بلند و باشکوه و با تزئینات و سایه‌های متفاوتی از آبی و تزئیناتی با رنگ سبز از صنعتگران چینی در شرق و تزئیناتی آبی از غرب. بسیار رنگارنگ و زیباست و اکنون بیش از 500 سال قدمت دارد و آیاتی از قرآن دیوارهای آن را مزین کردند، همه با رنگ‌های لطیف و چشم نواز و غنی و هماهنگ که در کلیساهای مدرن امروز ما هم یافت نمی‌شوند. بر روی